روباه و لک لک. یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری یه روباه زندگی می کرد که رفتار خیلی خوبی نداشت. یه لک لک در نزدیکی خانه روباه زندگی می کرد. روباه همیشه لک لک بیچاره رو به خاطر چهرهش و پاهای بلندش مسخره می کرد. یه روز دوباره نقشه‌ای کشید که بتونه کاری کنه تا لک لک حسابی ناراحت و خجالت زده بشه. اون رفت پیش لک لک و گفت: اوه لک لک جون، دوست عزیزم، آیا افتخار میدی که امشب شامت رو با من بخوری؟ روباه با خودش لبخند زد و داشت به نقشه بی‌ادبانه‌اش فکر میکرد. لک لک کمی تعجب کرد اما خیلی خوشحال شد. اون دعوت روباه رو قبول کرد و موقع شام به خونه روباه رفت. لک لک واقعا گرسنه بود و آماده بود که کلی غذا بخوره. روباه با کلی قشقرق و سر و صدا یک ظرف سوپ سر میز آورد، ولی کاسه سوپ خیلی کم عمق بود. لک لک بیچاره فقط میتونست سر نوکشو داخل کاسه ببره. اون اصلاً یه قطره از سوپ رو هم نتونست بخوره. روباه با خیال راحت از کاسه سوپش سر میکشید و با اشتها میگفت: عجب سوپ خوشمزه‌ای، من واقعاً دارم از طعم این سوپ لذت میبرم. لک لک کمی از رفتار روباه ناراحت شد. لک لک بیچاره با اینکه خیلی گرسنه بود ولی اصلاً از اون افرادی نبود که سریع کنترل خودشون رو از دست میدن و عصبانی میشن. بنابراین اون با مهربونی از دعوت روباه تشکر کرد و از اون پرسید: آیا من میتونم برای جبران زحماتت فردا شب تو رو برای شام دعوت کنم؟ فردا شب روباه به موقع به خونه لک لک رسید و منتظر نشست تا غذا آماده بشه. لک لک از آشپزخونه بیرون اومد. ناگهان بوی خوش ماهی کبابی توی فضا پخش شد. آب از لب و لوچه روباه راه افتاده بود. ولی چه فایده؟ لک لک ماهی ها رو توی گلدونای بلندی گذاشته بود که تازه خیلی هم باریک بودن. لک لک به راحتی نوک بلند خودشو داخل گلدون برد و با لذت شروع به خوردن کرد. ولی تنها کاری که روباه میتونست انجام بده این بود که به گلدون خیره شه و فقط از بوی ماهی کبابی لذت ببره. اون واقعا از این کار عصبانی شد، اما لک لک بلند شد و با مهربونی گفت: آه روباه عزیز، باید یاد بگیری که با مردم همون جوری رفتار کنی که دوست داری باهات رفتار کنن، مگه نه؟ بگرد و منو پیدا کن. یکی بود یکی نبود. با ساشا آشنا بشید. اون یه پلنگ سفیده که خالهای زیتونی و مشکی داره. اون 1 سالش شده و مامانش داره بهش یاد میده که چطوری قایم بشه. ببینم شما میتونید ساشا رو پیدا کنید؟ مامان ساشا بهش میگه: تکون نخور و خودتو کوتاه کن، اینجوری هیچ کسی نمیتونه ببینتت. کل روز اون داشته تمرین میکرده، اما هر دفعه یه جوری اشتباه کرده و لو رفته. اون با خودش میگه: اگه این خالها رو نداشتم و سبز بودم میتونستم توی سبزه ها قایم بشم. ساشا همیشه خیلی دوست داره که بتونه قایم بشه. برای همین وقتی یه گودال دید پرید توی اونو کل بدنش پر از خزه سبز شد. وقتی همه بدنش پوشیده از خزه قهوه‌ای و سبز بود به مادرش گفت: چشماتو ببند و بعد باز کن و ببین میتونی منو ببینی یا نه. قبل از اینکه چشاتو باز کنی تا 3 بشمار لطفاً. پس مامانش شروع کرد به شمردن. 1
2 3. آماده باشی یا نه؟ من الان چشامو باز میکنم. ساشا اصلاً قدش رو کوتاه نکرده بود و داشت دمش رو توی سبزه ها تکون میداد. برای اینکه خیلی هیجان زده بود. اون داشت سبزه ها رو هم تکون میداد. شما میتونید ساشا رو پیدا کنید؟ مامان ساشا به سمت راست و چپش نگاه کرد و گفت پیدات کردم. تو اونجایی، پشت اون سبزه های بلند. من تونستم 2 متر رو ببینم که توی سبزه ها تکون میخورد. مامان ساشا کمی اونو نوازش کرد و گفت تو حتما قایم شدن رو یاد میگیری عزیزم. اصلا نگران نباش. فقط یادت باشه که قدت رو کوتاه کنی و تکون نخوری. کمی بعد ساشا و مادرش داشتن توی جنگل قدم میزدن که فکری به ذهن ساشا رسید. اگه من خودم رو توی شاخه های درختا قایم کنم دیگه مامان نمیتونه منو پیدا کنه. چند دقیقه بعد اونا از کنار یه درخت نخل بزرگ رد میشدن. ساشا دوید بالای درخت و کلی از شاخ و برگ های درخت و دور خودش پیچید. چند ثانیه بعد ساشا گفت مامان تا 3 بشمر و بعد چشماتو باز کن. پس مامانش شروع کرد به شمردن. 1 2 3. آماده باشی یا نه؟ من الان چشامو باز میکنم. ساشا دمشو کرد توی دهنش و با هیجان نفس کشید و فکر کرد مامان این دفعه نمیتونه دم منو ببینه. مامان ساشا به سمت راست و چپش نگاه کرد و گفت پیدات کردم. تو اونجایی، روی درخت. شما میتونید ساشا رو ببینید؟ ساشا از توی مخفیگاهش اومد بیرون و پرسید مامان این دفعه چجوری پیدام کردی؟ مامان ساشا با صدای آروم گفت برای اینکه تو اونقدر سریع نفس میکشیدی که شاخ و برگ درخت‌ها تکون میخورد. بعد مادرش با مهربونی گفت خیلی زود یاد میگیری ساشای عزیزم. دیگه وقت خواب ساشا شده بود. ساشا و مادرش توی جایی که مادرش پیدا کرده بود آماده می شدن که بخوابن که فکری به ذهن ساشا رسید. اگه توی اون خور پف. اوه نه، ساشا خوابش برد. وقتی فردا صبح ساشا از خواب بیدار شد مامان اونجا نبود. اون همه جا رو گشت ولی خبری از مامان نشد. مامان کجا رفته بود؟ سلام ساشای عزیزم. مامان از شاخه بالایی پرید بیرون. ساشا خیلی تعجب کرد. مامان گفت فقط یادت باشه که تکون نخوری و قدت رو کوتاه کنی. ساشا و مادرش شروع کردن به قدم زدن در جنگل. چند دقیقه‌ای گذشت و مامان ساشا ناگهان متوجه شد که اون نیست. اون توی سبزه ها رو نگاه کرد بالای درخت، اما باز هم هیچ اثری از ساشا نبود. ناگهان ساشا پرید بیرون و گفت من اینجا مامان. ساشا دقیقاً به فاصله 1 دم از مامانش قایم شده بود. مامان حسابی به ساشا افتخار میکرد. برای همین اونو برد تا حموم کنه. مامان ساشا رو بغل کرد و یه لیس گنده به صورتش زد.